feel like I'm losing my... دخترها سلام. اگر شما هم دوست دارید توی منزل خودتون باسن خوش فرمی رو بسازید، این ویدیو برای شماست. برای شروع باید پایین تنه رو گرم کنیم که من از یک کش لوپ پلاستیکی استفاده میکنم که توی این حالت میتونم هم 4 سر ران، هم باسن، هم بیرون باسن رو خیلی خوب درگیر کنم. یک بار پا رو به پهلو و یک بار پا رو به عقب کامل صاف میکنم و برمیگردونم. حتما یادتون باشه که توی این حرکت کمرتون رو اصلا تکون ندید. بریم برای تمرین اول. خب توی این تمرین من میخوام باسن خیلی خوب درگیر باشه. حرکت لانچه، ولی چون کمرم رو به سمت جلو خم میکنم فشار بیشتری رو روی 4 سر و باسن میارم که با دمبل میتونی خیلی فشار بیشتری رو روی پاهات احساس بکنی. اگر پیشرفته هستی میتونی پای جلویت رو روی یک استپ یا یک تکیهگاه کوچیک هم بذاری. حرکت بعدی که براتون انتخاب کردم حرکت اسکوات و خارج ران هست که اینجا اسکوات رو با پای موازی، پای باز و دوباره یک تکرار اسکوات و حرکت خارج ران ترکیب کردم براتون. برای فشار بیشتر از کش لوپ پارچه‌ای و دمبل روی سرشونه استفاده کردم که این اضافه بار باعث میشه که فشار بیشتری به عضلات پایین تنه شما بیاد. اگر مبتدی هستی میتونی اسکواتت رو با تکیهگاه مبل یا صندلی انجام بدی. و حرکت بعدی، توی این حرکت من میخوام فشار بیشتری رو روی عضله باسن بیارم که حرکت کیک بک 90 درجه با وزنه رو انتخاب کردم. یه وزنه پشت زانو میذارم، بدن توی حالت 4 دست و پا رو میبرم بالا، 2 ثانیه مکس میکنم و برمیگردم پایین. حتما توی این حرکت وزنه رو با ساق پات محکم بگیر که وزنه نیفته. بریم برای حرکت بعدی، حرکت پل باسن تک پا که اینجا توی این تمرین فشار تمرین روی اون پاییه که روی زمین ثابته و روش وزنه داره. اگر که مبتدی هستی از پل باسن جفت پا استفاده بکن چون این تمرین یه لول متوسط رو به بالا رو داره. بریم برای تمرین بعدی، حرکت پل باسن جفت پا ترکیب با خارج ران که خیلی خوب میتونی عضلات اطراف باسنت رو فرم بدی و تمرینیه که من حداقل 3 روز در هفته اینو انجامش میدم. باسن رو میبرید پایین، توی بالا اومدن، خارج ران، پا باز، بسته و حتما تمرکز داشته باشید که فشار حرکت وقتی که بالا هستید روی خارج رانه. اگه نگاه کنید کامل متوجه میشید. و اما حرکت آخر که حرکت مورد علاقه منه، حرکت کیک بک باسن هست که اینجا با کش پارچه‌ای براتون اجرا کردم. وقتی که پا رو به سمت عقب میبرید حتما 2 ثانیه باسنتون رو فشار بدید و برگردید توی موقعیت اول. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودی. برای اینکه از من حمایت کنید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و برای یکی از دوستاتون به اشتراک بذارید. موفق باشید.